تفاضل. خداوندلو پاس در و فرصت برای سعید دقیقی و توپی که در دروازه قرار نمیگیره و گل برای تیم فوتبال پیکان توسط سعید دقیقی. تعویض طلایی حمید درخشان. مجید خداوندلو بود که پاس در عمق رو داد برای سعید دقیقی و در نهایت دروازه استقلال باز میشه. پیکان قزوین 1 استقلال تهران 1. یک بار دیگه ببینید در تصویر آهسته پاس عمقی عالی از مجید خداوندلو. خوب توپ رو برگشت نداد اونجا پژمان منتظری و طالب‌الله هم خیلی خوب کار نکرد و در صورتی که میتونه توپ رو جمع بکنه سعید دقیقی با یک ضربه سر حساب کار 1-1 میکنه. چه دقیقه هم گل خورد استقلال. خوب کار کرد اینجا وحید طالب‌الله. ابتدا خیلی تلاش کرد تا بتونه توپ رو برگردونه. بله گل رو وحید